دوستان عزیز درود میفرستم. شب بخیر و روز بخیر عرض میکنم خدمتون هر جا که هستید هموطنای عزیز و اجازه بفرمایید که ابتدا به ساکن عرض تسلیت داشته باشم خدمت همه ایرانیان و وطن پرستان و دوستان ایرانیان که در هر جا هستید و ما حوادث بسیار بسیار سخت و ناراحت کننده‌ای در روزهای اخیر داشتیم که هنوز ما ایرانی‌ها هنوز به زندگی عادی برنگشتیم. یادی میکنیم از همه عزیزان از دست رفته و بهترین آرزوها رو برای ایرانیان و آینده ایران عزیزمون دارم. عرض میکنم مقاله‌ای که میخوام امروز راجبش صحبت بکنم و بهش برسم که لینکش رو براتون میذارم هم در اینجا و هم در سوشال میدیا در جاهای دیگه. در مورد پیپری هست از جاما که صحبت میکنه راجب این که آیا ماشین ها فقط پترن ها رو متوجه میشن، از نظر آماری رابطه ها رو متوجه میشن و حدس میزنن و پیش بینی میکنن، یا اینکه واقعا تصمیم گیری اونها ریشه در علیت داره و ریشه در ریزنینگ داره، از اینکه دلیل بیارن برای چیزی و بتونن کاملا اون بدراک رو، زیر ساختها رو کاملا متوجه میشن و بر اساس اون تصمیم میگیرن. در حقیقت یه مقداری این مقاله راجع به همین مسئله صحبت میکنه، ولی قبل از اینکه به این برسیم چندین چیز هست که باعث راجع به این ما متوجه باشیم و بتونم یاد بگیرم تا بتونیم راجع به این پیپر، راجع به نتیجه‌ای که این نویسنده میگیره ما هم بتونیم یک تصمیم گیری داشته باشیم. و من فکر میکنم فقط برای کامل بودن عریضه دفعه قبل و در دفعات گذشته مسائلی که مربوط به علیت بود رو یه مقداری تونستیم جمع و جور بکنیم. در مورد تاریخچه علیت تونستیم صحبت بکنیم، راجع به ساختارها، ولی خب راجع به دو تا انشای اخیر من نتونستیم صحبت بکنیم و اون هم مربوط به explanation و explainable AI هست که سعی میکنیم امروز به اونها بپردازیم و این یه پیش زمینه‌ای میشه تا بتونیم به پیپر خود جاما برسیم که امیدوارم بتونیم در دفعه آینده بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم و جمع‌بندی بکنیم و به اون سمت بریم. قبل از هر چیز سری میزنیم به شاهنامه فردوسی. من از دفعات قبل براتون تا تحمورس خونده بودم و این بار ادامه این بخش که مربوط به تحمورس میشه رو میخونم تا به جمشید برسیم که جمشید رو دفعه آینده با هم دیگه مطالعه میکنیم. یه مقداری تمرین کنیم از شاهنامه و ببینیم چه چیزایی میتونیم اینجا یاد بگیریم. همه روز بسته ز خوردن دو لب، به پیش جهاندار بر پای شب. چنان بر دل هر کسی بود دوست، نماز شب و روزه آیین اوست. سر مایه بود اختر شاه را، در بسته بود جان بدخواه را. همه راه نیکی نمودی به شاه، همه راستی خواستی پایگاه. چنان شاه پالوده گشت از بدی، که تابید از او فره ایزدی. برفت اهرمن را به افسون ببست، چو بر تیز روبارگی برنشست. زمان تا زمان زینش برساختی، همه گرد گیتیش برتاختی. چو دیوان بدیدند کردار او، کشیدند گردن ز گفتار او. شدند انجمن دیو بسیار مر، که پردخته مانند از او تاج و فر. چو طهمورث آگه شد از کارشان، برآشفت و بشکست بازارشان. به فر جهاندار بستش میان، به گردن برآورد گرز گران. همه نره دیوان و افسونگران، برفتند جادو سپاهی گران. دمنده سیه دیوشان پیش رو،
همی با آسمان برکشیدند غو. جهاندار طهمورث بافرین، بیامد کمربسته جنگ و کین. یکایک بیاراست با دیو جنگ، نبد جنگشان را فراوان درنگ. از ایشان 2 بهره به افسون ببست، دگرشان به گرز گران کرد پست. کشیدندشان خسته و بسته خوار، به جان خواستند آن زمان زینهار. که ما را مکش تا یکی نوهنر، بیاموزی از ما که تاید به بر. که نامور دادشان زینهار، بدان تا نهانی کنند آشکار. بدان تا نهانی کنند آشکار. چو آزاد گشتند از بند او، بجستند ناچار پیوند او. نبشتن به خسرو بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. نبشتن یکی نه که نزدیک 30، چه رومی چه تازی و چه پارسی. چه سغدی چه چینی و چه پهلوی، ز هر گونه‌ای کان همی بشنوی. جهاندار 30 سال از این بیشتر، چگونه پدید آوریدی هنر. برفت و سر آمد بر او روزگار، همه رنج او ماند از او یادگار. بسیار عالی. خب دفعه آینده در مورد جمشید با هم دیگه میخونیم. خب عرض میشه خدمتون که شاید دوستانی که در آمریکا زندگی میکنن، البته نمیدونم خارج از ایالات متحده هم ما وبسایت کریگزلیست داشتیم یا داریم یا خیر، ولی طرفای سال 2011 یا 2012 که من در مدرسه بودم، برای تأمین هزینه به حال اجاره و قسط ماشین و اینها دنبال کار بودم و توی کریگزلیست یک شغل کوتاهی برای مدت تابستون، شاید 1 ماه یا 1 ماه و نیمه تونستم پیدا بکنم که اونها احتیاج به آنالیست داشتن. یک کمپانی بود، یک شرکتی بود که مرجر و اکوزیشن انجام میداد. اینجا خیلی مشهور هست که کمپانیایی که میخوان با هم دیگه ادغام بشن یک کمپانی دیگه ای رو استخدام میکنن که بیان و این کارها رو براشون انجام بدن. خب به حال خیلی کار پیچیده‌ای هست، هم از نظر تکنولوژی هم خارج از اون. ادغام شدن دو تا شرکت به هر حال کار پیچیده‌ای هست و اینها یه مقداری یک سروی انجام داده بودن که معادل فارسیش الان یادم نمیاد، ولی یک نظرخواهی انجام داده بودن که میخواستن بدونن که نتیجه این نظرخواهی چی هست قبل از اینکه 2 تا کمپانی با هم دیگه ادغام بشن و بعدش، و چه نتیجه‌ای میشه اینجا گرفت و چه توضیحی میشه براش داد، که در حقیقت همون چیزی است که از خیلی‌ها میخوان که اون explanation هست و این مربوط به زمینه explainable AI هست. البته خب من در اون زمان این اولین کاری بود که میخواستم توی این زمینه انجام بدم و زیاد تصور روشنی نداشتم از اینکه دقیقاً مشتری و ارباب رجوع چه چیزی رو میخواد که من انجام بدم. ولی خب از اون روز به بعد تا همین امروز هرگز پروژه‌ای انجام ندادم در مورد هوش مصنوعی که یک ارباب رجوعی یا یک رئیسی یا یک مشتری یا یک همکاری تقاضای توضیح نداشته باشه از اینکه توضیح این مدلی که شما ساختی چی هست، چرا اینطور پیش بینی میکنه، چرا درسته و خیلی چیزای دیگه. و اینقدر این مسئله explainable AI مسئله مهمی بود که یک زمینه‌ای به وجود اومد به نام explainable AI که به صورت XAI نوشته میشه و ما
یک تاریخچه‌ای راجع به این داریم و از اینکه یک سری متدهایی درست کردیم برای explainable AI که برای اینکه این تصمیمی که یک مدلی میگیره و یک چیزی رو پیش بینی میکنه، ما یک سری متدهایی هم داریم که بیاد و این رو توضیح بده که معنیش چیه و چه چیزی میشه ازش استنباط کرد. خب به نظر میرسه که ما زمانی که مدل رو درست میکنیم و یک پدیده رو پیش بینی میکنیم به اندازه کافی توضیح نداریم که یک نفری میاد و توضیح بیشتری میخواد. یعنی فقط این که شما بتونید یک چیزی رو پیش بینی بکنید به نظر کافی نمیرسه. اون کسی که مشتری هست و اون کسی که از این میخواد استفاده بکنه به توضیحات بیشتری احتیاج داره. مثلا ما پکیج هایی داریم مثل شب، پکیج هایی داریم مثل توی پایتون، توی آر. شما هر کدوم از این سافرها و از این لنگویج ها رو باز بکنید و بخواید استفاده بکنید، کلی توش لایبرری وجود داره برای توضیحاتی که میشه استنباط کرد از یک مدل. اینها رو مثل لایم، مثل شب، مثل relative importance، اینها پکیجایی هستن که وجود داره که شما بتونید بیشتر برداشت کنید از اون مدلی که خواستید. و به خاطر اینکه به اندازه کافی explanation به اون توضیح و تبیین وجود نداره، واسه همین هست که شما این متدهایی دارید و اختراع کردیم در طول 20 سال گذشته، از سال مثلا 2000 به این طرف، از سال 2010 به این طرف، که بشه از اونها استفاده کرد و اهمیت بعضی از فاکتورها رو مثلا متوجه شد که دقیقاً هم ممکنه کسی ندونه که معنی explainable AI چی هست. وقتی یک نفری از ما میخواد که ما یه چیزی رو explain بکنیم، یه مدلی رو explain بکنیم، دقیقاً از ما چی میخواد؟ چه چیزی رو میخواد که ما آیا میخواد که ما یک واقعی رو براش پیش بینی بکنیم؟ آیا میخواد بدونه که ما اکیورسی ما چقدر هست؟ آیا میخواد بدونه که ما خطاهای ما کجا هست؟ آیا میخواد بدونه که چه فاکتورهای مهم بوده در این پیش بینی؟ چه چیزی هست که دقیقاً از اکسپلینیشن میخواد؟ و این یک مشکلی بود که ما برای مدت‌ها داشتیم. اخیراً از سال مثلا 2022 به این ور ما یک مشکل دیگه ای داریم و اون مشکل این هست که ما لارج لنگویج مدل پیش اومد، جنراتیو AI پیش اومد، مدل های زبانی بزرگ که خودشون میتونن صحبت بکنن، خیلی چیزها رو میتونن عرضه بکنن. شما همتون با چت جی پی تی آشنا هستید، دوستانی که دارن میشنون، با لارج لنگویج مدل های دیگه که توی همین زمره هستن، همه مثل کلاود و نمیدونم خیلی از مدل های دیگه. و مشکلی که الان وجود داره اینه که ما هر سوالی که داشته باشیم راجع به هر مدلی که بسازیم، مدل های هوش مصنوعی، الان توضیحات بسیار زیادی داریم. یعنی حدود 2-3 سال هست که اینقدر ما توضیحات داریم، اکسپلینیشن داریم راجع به هر مدلی که باز دستمون اینجوری نگه داریم و بگیم که ما همه اینها رو نمیخوایم. یعنی ما میخوایم سلکتیو باشیم، ما میخوایم انتخاب بکنیم از بین این توضیحاتی که شما برای ما مطرح میکنید. یعنی تا حدود 20 سال ما توضیح نداشتیم و یه شگردهایی اختراع میکردیم که بتونیم توضیحات بیشتری بتونیم داشته باشیم از مدل، و الان به گونه‌ای شده که انقدر توضیحات زیاد شده که ما دقیقاً مشکل ما تقریباً برعکس شده. یعنی ما توضیحات زیادی داریم و نمیدونیم که کدوم رو باید انتخاب بکنیم. آیا همشون رو باید انتخاب بکنیم؟ آیا بعضیاشون مناسب نیستن؟ خب به حال این یک مشکلیه که دقیقاً برخلاف مشکلی هست که در گذشته داشتیم. اجازه بفرمایید که من یک مثال براتون اینجا بزنم و این هم مثالم مربوط به همین کاری که انجام میدم خواهد بود. در نظر بگیرید که ما میخوایم، اجازه بفرمایید که این راجع به همین پروژه‌ای که اخیراً انجام دادم براتون این مثال رو بزنم. در نظر بگیرید که ما میخوایم یک ساختاری داشته باشیم که بتونیم مثلا بیماری ذات‌الریه یا سینه پهلو، نمونیا رو بتونیم
بخوایم پیش بینی بکنیم. مثلا یک سری قوانینی داشته باشیم، یک سری رول هایی داشته باشیم که ثابت هستن و ما بر اساس این بخوایم بیماری نمونیا رو پیش بینی بکنیم. خب مثلا پزشک میاد میگه که همین اتفاقا برای من افتاد که ما مثلا 3 تا کاتگوری داریم. کاتگوری اول کاتگوری از اون تصویری هستش که ایمیجی هستش که از سینه بیمار وجود داره و آیا این به اندازه کافی کدری درش وجود داره یا نه، یا اون شاخصه هایی که میخوایم. این خب یک کاتگوری که این رو میشه از اون نوتی که اون رادیولوژیست وقتی که تصویر رو میخونه یه نوتی مینویسه که من این چیزها رو مشاهده کردم، از اون نوت میشه فهمید و این یک قانونی این هستش. یه قانون دیگه این هستش که مثلا طرف باعث که تب داشته باشه یا لرز داشته باشه، از یه حدی دمای بدنش باز کم و بیشتر باشه. یه قانون دیگه این هستش که مثلا گلوبول های سفید خون باعث تعدادشون در یه زمانی بیشتر بشه یا سرعتش ولاسیتیش باعثی که مثبت باشه. اون وقت ما اینجوری، اینم یه کاتگوری دیگه است. کاتگوری دیگه هم وجود داره، مثلا از اینکه سرفه میکنه بیمار یا نتیجه آزمایشش مثلا چی جوری بوده، یا اینکه آیا تنگی نفس داره یا نداره، یا اینکه از ماشین استفاده میکنه یا نه. فکر کنید مثلا یه 5-6 تا از این جور قوانین وجود داره و اگه مثلا 3 تاش یا 4 تاش همزمان اتفاق بیفته، پزشک تصمیم میگیره که این بیمار دارای ذات‌الریه است. حالا وقتی که شما خیلی از این اطلاعات رو بدید به لارج لنگویج مدل و ازش بخواید که تصمیم بگیره و به شما نتیجه‌ای رو ابراز بکنه، شما با یک سری از جمله‌هات مواجه میشید که خیلی به زبان خیلی مدیکال، به زبان پزشکی نوشته شده، خیلی قابل باور هست، همه چیز کاملا منطبق هست با اون چیزی که شما میخواید بشنوید و تمام ترمینولوژی ها، تمام کلمات خیلی خوب برداشته شده، انتخاب شده، همشون به نظر خیلی درست میرسه و میگه که دمای این طرف بیمار در این زمان اینقدر بوده، ایمیجی هم که از چستش داریم به نظر کدر میرسه و بیمار هم که توی این فلان نسخه ما اینجا دیدیم که سرفه میکنه و این واسه همین این بیمار دارای سینه پهلو است یا این بیمار دارای سینه پهلو نیست. یعنی مشکل ما در حقیقت در زمان گذشته این بوده که ما یک سری تیبل درست میکردیم که میومدیم میگفتیم که اینجا این کاراکتریستیک رو طرف داره، این رو داره، اینو نداره و بر اساس این یه تصمیم بگیریم. ولی الان همه این اطلاعات رو میدیم به ماشین و لارج لنگویج مدل خودش بر اساس انجینی که داره بیاد و این تصمیم رو بگیره. یعنی ما قبلا با یک سری قوانین خیلی فیکس کار میکردیم ولی الان با یک سری نراتیوز کار داریم، الان با یک پاراگرافی که یه ماشین به ما میده کار داریم و خب آنالیز کردن یک سری قوانین خیلی فیکس و یک اکسپکتیشن خاصی داره. ما با یک اعتماد به نفس خاصی به قوانینی که 1-0 و توی یک تیبلی باشه و بر اساس اون نتیجه بگیریم تا اینکه این اطلاعات رو به یه ماشینی بدیم و یه پاراگراف ما بده. متوجه شدن یه پاراگراف و اعتماد کردن به یک پاراگرافی که ما از یکی پاراگراف باید ممکنه چندین پاراگراف باشه، اینجاست که اکسپلینیشن دارای ما رو دچار مشکل میکنه، چون چندین پاراگراف مختلف ماشین به ما میده در مورد اینکه این بیمار ذات‌الریه داره یا نداره و اینکه ما چجوری به این اعتماد بکنیم، این یک مشکل بسیار بسیار بزرگی خواهد بود. خب ممکنه که مثلا دوستی بپرسه که چرا این دارای مشکل ما رو میکنه، چرا ما اگر ما به یک قوانینی داشته باشیم توی یک تیبلی، توی یک مجموعه مثلا اکسل شیت، ما اگه یه تیبل داشته باشیم که این خصوصیت برآورده شده، این خصوصیت برآورده شده، این یکی برآورده نشده، واسه همین بیمار ذات‌الریه داره، این چه فرقی میکنه با اینکه ما یه چند تا پاراگراف بگیریم در مورد همین و اکسپلینیشنی که ماشین از این متوجه میشه و به ما بده، این که خیلی راحت تر هست. ماشین به ما ریسکش اینجا در کجا هست؟
خب یکی از ریسکایی که اینجا چندین ریسک وجود داره، ولی یکی از ریسکایی که خیلی شفاف هست اینی که من به عنوان یک آنالیست، به عنوان یک دیتا ساینتیست، به عنوان کسی که این مدل رو میسازه و دلایلش رو مطرح میکنه، من مسئولیت پذیر هستم راجع به این. و زمانی که یه نفری به من میگه که آیا این شخص ذات‌الریه داره یا نه، من کاملا میتونم برگردم و تمام فاکتورهای اون تیبل ها رو ببینم و بعد به پزشک بگم که من بر اساس این تصمیم گرفتم. ولی شما زمانی که با لارج لنگویج مدل کار میکنید و زمانی که از جنراتیو ای آی استفاده میکنید و یه پاراگرافی رو میگیرید، اون وقت این پاراگراف خیلی به نظر واقعی میرسه و شما هیچ راهی ندارید که بتونید برای تک تک اینها برید و نگاه بکنید و ببینید که مدل چجوری تصمیم گرفت. یا این روش وجود داره؟ آیا سوال اینه که آیا این همچین روشی وجود داره که ما بریم و ببینیم که این ماشین چطور تصمیم گرفت؟ این حتی راجع به ذات‌الریه و راجع به مدل‌های هوش مصنوعی نیست. همین امروز هم که شما از چت جی پی تی سوالی بپرسید، چطور متوجه میشید این نراتیوی که به شما داده یه نراتیوی است که شما میتونید روش حساب بکنید و مسئولیت پذیری اون از کجا میاد. شما در نظر بگیرید یک نرسی رو که یه پاراگراف رو یا یک 2 صفحه‌ای رو میخونه از اینکه ماشین بهش یه آوتپوتی داده در مورد ذات‌الریه یه بیمار، قبل از اینکه بتونه این رو چک بکنه، این نراتیو کاپی میشه در جاهای دیگه، در نوت‌های دیگه، بعد یه نفر دیگه میاد از اون نوت استفاده میکنه و تقریبا هیچ گونه گارد ریلی اینجا وجود نداره، هیچ گونه دستگیری وجود نداره که شما اینجا دستتون رو بگیرید و نیفتید. قبل از اینکه شما بخواید راجع به این تصمیم بگیرید، این تصمیم در جاهای دیگه کشیده میشه و خودش رو در جاهای دیگه نشون میده. واسه همین اگر یک موقعی ماشین اینجوری که مردم به صورت هر جایی که میبینید راجع به هلوسینیشن صحبت میکنن، راجع به هذیانگویی ماشین ها صحبت میکنن، اون وقتی همچین چیزهایی پیش میاد از اینکه ما یک سری اطلاعات داشتیم، لارج لنگویج مدل جنراتیو ای آی هم به ما یه چیزایی برای ما تولید کرد، ولی خب اینجا هلوسینیت کرد. خب من اینجا سوالی که برای من پیش میاد اینه که هلوسینیشن چی هست و چرا مردم، چرا دانشمندان، چرا آنالیستا، چرا کسایی که تو تک کار میکنن صحبت از هلوسینیشن میکنن؟ خب برای اینکه ما این رو متوجه بشیم، ایزه بدید یک قدم برگردم عقب و راجع به این صحبت بکنیم که ما آدم ها چجوری تصمیم میگیریم. اگه میخوایم بدونیم که یک جنراتیو ای آی لارج لنگویج مدل اون چجوری تصمیم میگیره، بد نیست که یک نظری بندازیم به این که ما چجوری تصمیم میگیریم، ما چجوری یه پاراگراف رو متوجه میشیم. جوری که ما تصمیم میگیریم، ما یک سری دستگاه هایی داریم که برای ورودی اطلاعات هست، مثل 2 چشم ما، مثل بینی ما، مثل گوش ما، مثل جوری که لمس میکنیم چیزها رو که اطلاعات میاد به سمت ما این اطلاعات رو دریافت میکنیم، مثل اینپوت هستن اینا، بعد اطلاعات رو سیو میکنیم در وجودمون، در مغزمون، و بعد بر اساس تجربیات، شکست ها، پیروزی ها، پترن ها رو ادجاست میکنیم. متوجه میشیم که اینجا اگر یک بیشه خیلی ساکت هست، ممکنه در پشتش ببری باشه. یعنی یاد میگیریم، خودمون رو ترین میکنیم، دقیقاً مثل همون جوری که من و شما از خطاها یاد میگیریم و خودمون رو درست میکنیم و دفعه دیگه میتونیم تصمیم بهتری بگیریم و همیشه هم به سمت پیشبینی بهتر میریم. کلاً سمت و سوی ما به اون سمت است و یه خروجی همیشه داریم. و این تصمیم گیری ما هم به وسیله یک سری اعصاب هست و یه آوتپوتی هم بیرون میریم. در حقیقت یک فانکشنالیتی داریم که دیتا میاد، سیو میشه، ترین میشه بر اساس اون و یه آوتپوتی داریم. ماشین هم دقیقاً همین چیزی که الان خدمتتون عرض کردم، ماشین هم همین کارو میکنه. یک سری اینپوت داره، یک سری ترینینگ داره برای خودش، از شکست ها، از فیلیر ها یاد میگیره، چین رول وجود داره، پارشال دریوتیو وجود داره و یک سری آوتپوت هم میده بیرون. خب به هر حال اینجا تا اینجا تقریبا همه چیز یکی هست.
یه مسئله دیگه‌ای که باید در نظر داشته باشیم اینه که زمانی که ما میخوایم راجع به یه چیزی تصمیم بگیریم و این ورودی‌ها رو داشتیم، ما انسان‌ها، البته سگ‌ها هم همینجوری هستند، کلاً چیزهای بیولوژی، درخت‌ها هم همینجوری هستند، وقتی یک سری اینپوت دارن ما بر اساس این اطلاعاتی که داریم تصمیم میگیریم. یک واقعی که در آینده میخوایم پیش بینی بکنیم در آینده، ما یک سری از اون فاکتورها رو نداریم. همیشه یک سری از فاکتورها هست که ما به اونها دسترسی نداریم و یک سریشو داریم، یک سریشو نداریم. ما بر اساس این فاکتورهایی که داریم تصمیم میگیریم برای اون چیزهایی که فاکتورش رو نداریم. به خاطر همین این جنرالیزیشن یک سری هالوسینیشن پیش میاره، به خاطر اینکه شما مجبور به هذیان‌گویی هستید، به خاطر اینکه همیشه راجع به پدیده هایی که ما میخوایم پیش بینی بکنیم یک سری از فاکتورها هست که نمیدونیم و چون عمومیت میبخشیم به اون فاکتورهایی که دم دستمون هست و با اونها ما مجبور هستیم که با اون فاکتورهایی که دم دستمون هست تصمیم بگیریم. خب با اون فاکتورهایی که نداریم که نمیتونیم هیچ گونه حسابی روشون بکنیم. مجبور هستیم عمومیت ببخشیم با تصمیم گیریمون روی این فاکتورهایی که قابل دسترس هست به ما و به خاطر همین ما همیشه یه مقداری ارور داریم، همیشه یه مقداری خطا داریم توی تصمیم گیری و اونها هم هالوسینیشن ما هست. اونها زمانی است که ما در حقیقت هذیان‌گویی ما همون موقع است. و چرا ما باید توقع داشته باشیم که ماشین ها این هذیان‌گویی رو نداشته باشن؟ یعنی وقتی یه نفری میگه که ماشین ها هذیان میگن، این برای من یه مقدار جمله ناشناخته‌ای هست، به خاطر اینکه انسان ها هم هذیان میگن، سگ‌ها هم هذیان میگن. میدونید یعنی شما هر موقع که جنرالایز بکنید یک ایونت، تصمیم گیری راجع به یک ایونتی رو بر اساس فاکتورهایی که دارید، همیشه اون هالوسینیشن وجود داره. واسه همین من باورم بر این هست که ماشین ها هر چقدر هم که اطلاعاتشون زیاد بشه، اون هالوسینیشن همیشه میمونه، حتی زمانی که اونها بسیار بسیار بهتر از ما تصمیم بگیرن، ما هالوسینیشنشون رو نمیبینیم، ما هذیان‌گوییشون رو نمیبینیم، ولی دلیل بر این نیست که اونها هذیان‌گویی نکنن. اونها همیشه هذیان‌گویی دارن و یه چیز عادی هست. واسه همین هست که این جمله که ماشین ها هذیان میگن زیاد برای من معنا نداره، به خاطر اینکه چیز خیلی به نظر خیلی عادی میرسه و این سوال رو در من به وجود میاره که چرا باید یک نفری این جمله رو ادعا داشته باشه؟ مگه چیز مهمیه؟ میدونید واسه همین چیزی نیست که جدا بکنید و این جمله رو بخواید خیلی به خاطر مسئله خاصی بگید، به خاطر اینکه هم ما انسان ها هذیان میگیم، هم ماشین ها، هر موجودی که اطلاعات رو رد و بدل میکنه و میخواد پیش بینی بکنه مجبور به این هست که هذیان بگه، به خاطر اینکه یه سری اطلاعات رو داره و یه سری از اطلاعات رو نداره. خب حالا عرض میکنم خدمتتون که در مورد این که هالوسینیشن چه شباهتی وجود داره بین ما و ماشین ها و تصمیم گیری ما چه شباهتی وجود داره بین ما و ماشین ها، به اینجا میرسیم که چرا حالا باعثی که این مسئله هالوسینیشن چرا باعث ما رو باعث نگرانی ما بشه. خب اولین مسئلهش اینه که زمانی که من به عنوان یک انسان، به عنوان یک ساینتیست، به عنوان یک آنالیست وقتی تصمیم میگیرید راجع به یک مدلی و یک سری توضیحات عرضه میکنید، ما دارای یک سری استکاکایی هستیم که سوشالی هست، اجتماعی هست، دارای یک سری کامیتمنت هایی هستیم، یک سری مسئولیت هایی داریم و اون رپیوتیشن حرفه‌ای شما زیر سوال هست وقتی شما یه چیزی رو مطرح میکنید. حتی توی جمع مهمونی هم اگر نشستید و یک چیزی رو عنوان میکنید، یک مسئولیت اجتماعی همراهش میاد که اگر شما اشتباه بکنید، اون وقت یک مکانیزم هایی وجود داره برای ما آدم ها که ما میتونیم خودمون رو درست بکنیم. یا اگر کسی که هذیان بگه، دروغ بگه یا اشتباه بکنه، یا اون حالت اعتماد رو از دست میده، واسه همین کسی دیگه بهش اعتماد نمیکنه و اون از نظر اجتماعی مجبور هست که به سمت شفاف بودن پیش بره، حتی اگر کامل نتونه، که چیز اوکی هست. و همین که این ساختار و این مموری که ما داریم، این حافظه‌ای که ما داریم از اشتباه بودن، باعث میشه که یک سری مسئولیت‌هایی در ما به وجود میاره که ما همیشه به این سمت بریم
به این راه بریم از نظر جمعی که چیزها رو درست بیان کنیم و از هذیانگویی دور بمونیم. ولی خب این برای ماشین ها نمیخوام بگم که وجود نداره، ولی سرعت و اون چیزی که بهش اسکیل میگن، مقداری که تولید میکنه اکسپلینیشن رو انقدر زیاد هست که ممکنه که قبل از اینکه هیچ گونه محافظی ما برای این هذیانگویی بذاریم و عرضه بکنیم، این قبلش استفاده بشه. یعنی اون نرسی که، اون کسی که میخواد به شما وام بده، یا اون کسی که میخواد یه تصمیم گیری بکنه راجع به مثلا سالم بودن یه غذایی توی یک شرکتی قبل از اینکه بسته بندی بکنه، یک کاری که به نظر شما explainable AI اینجا اپلیکیشن داره، قبل از اینکه اون بتونه خودش رو درست بکنه، مقادیر دریافت اطلاعات و جوری که به نظر میرسن انقدر زیاد هست و درست هست که قبل از اینکه شما بخواید عکس‌العملی نشون بدید یا قادر باشید عکس‌العملی نشون بدید، از روی اون دیتا کپی شده و رفته و اکشنی که بایستی که بر اساسش انجام میشده انجام شده و اون خسارت وارد شده. دقیقاً اینجا اون جایی هستش که ریسک بسیار بزرگی وجود داره در مورد لارج لنگویج مدل و اینداستریایی مثل هلت کیر که من توش کار میکنم. یعنی چیزی که اینجا وجود داره در حقیقت اینه که برای یک فرد، وقتی که من برای شما یه چیزی رو توضیح میدم، همین الان اینجا دارم برای شما راجع به یک تعریفی از یک پدیده‌ای میدم، شما بلافاصله به من اعتماد نمیکنید، شما میرید راجبش تحقیق میکنید، شما کانال های دیگر رو گوش میکنید، مقالات دیگر رو میخونید، میاد اینجا مطمئن میشید که آیا چیزی که فرزان داره میگه آیا با واقعیت، آیا تطابقی داره یا نداره. کاملا از این مسئله اعتماد پیدا میکنید، یا اگر اعتماد پیدا نکنید مسئولیت اعتماد نکردن رو قبول میکنید بلافاصله و این کار رو انجام میدید، حتی اگه به زبان نیارید، حتی اگه این رو برید یه جای دیگه برای کس دیگه‌ای تعریف کنید. ولی در مورد ماشین ها ما با سیستم طرف هستیم دیگه، با ایندیویدوال طرف نیستیم و این یک مشکلی هستش که از سیستم هست و از اسکیل هست. فکر میکنم که این دوتا علتی باشه که همدیگه رو فید میکنن و این دوتا علت رو میشه بیان کرد. اقلا چیزی که به نظر من میرسه که مشکل لارج لنگویج مدل هست، یکی اینه که وارد سیستم میشه و وقتی وارد سیستم میشه بهش تراست میشه، خیلی خوشاب و رنگ، از تمام کلمات درست استفاده شده، از گرامر درست استفاده شده، از تمام کلمات پزشکی استفاده شده که شما میخواید بشنوید، واسه همین بلافاصله بهش اعتماد میکنید و قبل از اینکه حتی اگه از بین هر چند نفر یه نفر بهش اعتماد بکنه و این اینفورمیشن بره، دیگه اونجا زمانی هستش که ریسک واقعی به وجود میاد. یعنی سوال از این به بعد این نیستش که شما آیا اشتباه میکنید یا نمیکنید، بلکه سوال این هست که چقدر سریع اشتباه میکنید و چقدر سریع یه نفر میتونه این اشتباه رو متوجه بشه. خب من راجع به همین مسئله انشایی نوشتم که در میدیم هست و البته یه چیزی رو هم که اینجا بایستی که ما در نظر بگیریم که امیدوارم این همین مسئله آخری باشه که راجعش صحبت میکنیم و اینجا دفتر رو ببندیم تا دفعه آینده. ما اگر میخوایم بدونیم که مثلا اگر یک اردکی رو تو خیابون میبینیم و میخوایم بدونیم که آیا این اردک هست یا نه، یه موجودی میبینیم میخوایم بدونیم که این اردک هست یا نه، باز ببینیم که این شبیه اردک راه میره، شبیه اردک صدا میده، شبیه اردک پرواز میکنه، شنا میکنه، بعد ما تصمیم میگیریم که این یک اردک هست یا یک قاز هست. در مورد اکسپلینیشن هم این سوال وجود داره که خب چه چیزی یک اکسپلینیشن هست و البته شاید این یک جایی بود که تمام تحقیقاتی که با همدیگه داریم انجام میدیم و مطالعاتی که راجع به
explainability و causation و ریزنینگ میاد و ساختار میاد، شاید مربوط به همین باشه که تعریف یک explanation چی هست. شما چه چیزی رو بایستی ببینید تا اسم اون رو explanation بذارید. من سعی کردم یک تعریفی، یکی دو تا تعریف از این توی دو تا مقاله مختلف ارائه کردم و سعی کردم که اثبات بکنم که این دو تا تعریف از explanation با همدیگه مطابقت داره و حالا شاید بتونیم یک روزی راجع به اون هم جدا صحبت بکنیم، چون اگر large language model و به هر حال generative AI به ما یک توضیحاتی رو عرضه میکنن، به ما یک سری پاراگرافایی رو عرضه میکنن، ما باید مطمئن باشیم یک سری خصوصیتایی رو باید ببینیم که بگیم این اون اکسپلنیشنی هست که ما توقع داریم ببینیم. این توش پردیکشن وجود داره، این توش استراکچر وجود داره، این توشون چیزهایی که یک اکسپلنیشن باید که در خودش داشته باشه در اونجا وجود داره. آیا متدهایی وجود داره که ما بتونیم متوجه بشیم که این یک اکسپلنیشن واقعی هست یا اینکه این یک هالوسینیشن هست؟ و حالا شاید برگردیم و راجع به این صحبت بکنیم، ولی بعد از این من یه مقداری به سمت تحقیق راجع به لارج لنگویج مدل و از اینکه اونها چجوری تصمیم میگیرن که یک اکسپلنیشن رو از خودشون بروز بدن یه مقدار راجع به اون بیشتر تحقیق میکنم و دفعه آینده سعی میکنیم که فوکس رو روی همین مسئله بذاریم. در حقیقت سوال اصلی این هست که آیا ماشین ها به وسیله پترن ریکگنیشن و آماری تصمیم میگیرن، رابطه ها رو فقط نگاه میکنن و تصمیم میگیرن بر اساس وزن و بردار و اینها، یا اینکه واقعا از دلیل اتفاق افتادن یک پدیده کاملا آگاه هستند و از بدراک زیرش و از اون زمینه‌ای که باعث به وجود اومدن این پدیده شده واقعا آگاهی دارن. یعنی این تفاوت رو ما میخوایم که متوجه بشیم و هدف اصلی ما این هست. در هر صورت امیدوارم که یه چیزی توی این 30 دقیقه با هم دیگه یاد گرفته باشیم و تا دفعه آینده. شب و روز خوش.